بچه اینجا یه مجموعه کافی شاپ هستش، متاسفانه از بعد از جنگ خیلی هاشون تعطیل شدن به خاطر حالا موقعیت مکانیش، البته چون اینکه نزدیک هوانیروز بود و خیلی هی زدن اینجا رو، خیلی هاشون تعطیل شدن. بعد حالا من امروز اومدم یه بار دیگه هم 2-3 بار دیگه هم اومدم بعد از جنگ. بعد داشتم قدم می‌زدم مثلا یکی انتخاب کنم، خیلی هاشون که بسته بودن ولی خب میگم تعدادشون زیاد هستش. بعد دیدم جلوی یکی از این درا مثلا یه دختر خیلی ناز ایستاده با یه لبخند قشنگ. بعد بهش گفتم که بعد با لبخند یه ارتباطی با هم گرفتیم و بعد بهش گفتم که مثلا نوشیدنی هستش اینجا. گفتش که آره ما همه چی داریم و تشریف بیارین و اینا. بعد گفتم که خب من که از این لبخنده به این قشنگی نمیتونم بگذارم که پس میام همینجا. قهوه ترک داری؟ گفت بله برای شما همه چی داریم. و این شد حاصلش. حالا این گونگولیه رو نمیدونم چیه، باید خیلی گوگلی باشه میخورم بهتون میگم چجوریه.